شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 18 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. روف با اهل عائله خود با آکلند بازگشت و مارتین باز با او وام خوردگی شد. روف تحصیل را به آخر رسانیده صاحب عنوان شده دیگر نه همه وقت خود را به خواندن میبخشید. اولها مارتین فقط دم میگرفت، کار نمیکرد. او بسیار میخوابید، بسیار اندیشه میکرد. عموما مثل آدم میزیست که بعدی هیجان و اضطرابی به اندازه تدریجاً به خود میآید. هنگامی که مارتین به روف عرض نمود که نیت دارد بعد پره استراحت کردن به سفری بحر میبراید، دختر یأس و ناامیدی خود را پنهان داشته نتوانست. برای چی؟ پرسید روف. پول لازم، جواب گردان مارتین. برای حمله های نو به ناشران به من پول لازم است. پول و متانت در آن مبارزه بهترین اسلحه اند. لیکن اگر به شما فقط پول لازم باشد، پس برای چی از جامشوی خانه رفتید؟ برای آن که در جامشوی خانه من به حیوان تبدیل میابم. آدم که این خیل کار کرد درست خوابیده هم نمیتواند. روف با مارتین با نظر دهشت نگریست. روف خاموشی گزیده بود، چهرهش اندوهگین و ناراضی می نمود. مارتین حس کرد که آنچه را که او از سر گذرانیده است روف هرگز صرفم نخواهد رفت. همین رمان یگان وقت کتابی که پس زدن مهنت یا پسیکولوژی مستی در صنف کارگر یا به همین مانند نام کتاب تصویر خواهم کرد. اگر اولین روزی شناساییشان را استثنا کنیم، آنها دیگر هرگز بدین منوال از همدیگر دور نبودند. در روزهای مصفای تیر ماهی آنها تیز تیز ولوسپد سوار به موضعهای دور و دوری بیرون شهر می رفتند و در آنجا در بالای تپه ها اثرهای نظمی نجیب و الهام بخش را که کس را به اندیشه های عالی وادار می سازند با نوبت با آوازی بلند می خواندند. سعی و کوشش روف را مارتین تقدیر می کرد، زیرا اکنون فکر و اندیشه های دختر را خوب می فهمید و دلی او برایش اکنون کتاب نبود که اندرون صندوق فولادی نهان باشد. او قصه الیزابت برتی دردمند را می دانست و سالانی دراز تا نهایت فرارسیدن آن روزی فراموش نشدنی که همراه براونینگ دویده در روی زمین در زیر آسمانی کشاد مستحکم به پای ایستاده است، پایش به زمین نرسیده بود. مارتین از این گذراند که براونینگ برای محبوبه خود هر چی کرده باشد او نیز برای روف کرده می تواند، ولی همیشه در مدی اول آنها مارتین روف حاکمان آرزوهای زیبا سر به بالای کتاب خم کرده می ایستادند. زیبایی طبیعت باشد برایشان زمینه بود و بس و اندرونی مصوره گویا در پسی پرده سیماهای مهنت و موفقیت و ثروت و دولتی به طفیل مهنت به دست آورده که به آنها امکان داده است از تمام گنجینه های جهان لذت برند به چشم می رسید. من به دخترکم نصیحت می دادم که کمی با احتیاط باشد، گفت بار مادر روف با آهنگ آگاهی. من می دانم که تو چی را در نظر داری، ولی این ناممکن است. وای! روف شرمید و سر شد. این شرم دختری بود که بار نخست سر خصوص اسرار مقدسی زندگانی با مادرش که نیز برایش مقدس است گفتگو میکرد. و همسنگی تو نیست. سخن دختر را به آخر رسانید مادر. روف سر جنباند. من خیلی گفتنی نبودم، لیکن این فکر درست است. وای دغل، فحول، به قوت، از حد زیاد به قوت. وای زبانگیر شد. درباره چنین چیزها با مادر گفتگو کردن برایش یک چیزی تماما تازه بود و بازم مادر فکر او را به آخر رساند. وای در زندگانی چندان با راهی درست نرفته است. تو همین خیل گفتنی بودی؟ روف دوباره سر جنباند و دوباره رویش لالگون گشت.
آنها هماغوش می نشستند و چون روف لب از سخن فرو بست، مادر مهربانانه دستی او را مالیده نگران شد که دختر دوباره به گپ می درآید. لیکن از صحبت وی خوشم می آید. سخنش را ادامه داد روف: اولا برای آن که وی را یک اندازه من تربیه کردم، ثانیاً برای آن که من از بین مردها هرگز یگان دوست نداشتم، هرچند که من وی را دوست نمی شمارم. روف باز خاموش ماند و مادر نگران شد. هوس من به وی چنان است که آدم به سگی بولداگ دارد، لیکن وی بسیار خصلت‌های نغز دارد و باز بسیار خصلت‌های دیگر هم دارد که خوش که باشد آنها با دیگر خیلی مناسبت کردن خلل می‌رسانند. دیدی خودی من در خصوصی همه این چیزها فکر کردم. وی تماما با آدم مانند نیست که آوازی او قطع گشت و او فکرش را با آوازی پست به آخر رساند: من شاور کردنیم، غیر از این قوه دغلش از حد زیاد است. شخصی محبوب من باید به شاهزاده‌ای فسونکار مانند باشد، لطیف و ظریف، خوشندام و مویهایش سیب سیاه. نه خواطر نشو، من به مارتین ایدن دل نمیدهم. اگر دل دهم این برایم بدبختی کلان است. نه، من این را گفتنی نبودم، نارفشن گفت مادر. لیکن آیا تو درباره وی فکر کردی؟ چون این آدم از هر جهت لایق تو نیست. مبادا وی تو را دوست دارد چی؟ لیکن وی مرا کی هاست که دوست می دارد؟ فریاد کشید روف. این هیچ عجابت ندارد، مهربانانه گفت میسیس مارس. آیا کسی که تو را می داند به تو دل نباخته می تواند؟ آن آلنی باشد مرا بد می بیند. با جوش و خروش ندا کرد روف. من هم آلین را بد می بینم. وقتی که به من نزدیک می شود گربه برین سر و رویش را خراشیدنی هم می آید. من می دانم که از من نفرتش می آید، لیکن به هر حال از وی نفرت کردنی من انیقتر است. میسیس مورس هم خفه شد و هم خرسند. دخترکش صاحب دیپلم دانشگاه غیب زد. در پهلویش دختر زن می نشست. تجربه برار بخشید. آنجای خالی که در طینت روف وجود داشت پر کرده شد و بر علاوه به هیچ خوف و خطر و به هیچ درد و آزار پر کرده شد. دستانی وی می لرزند. گفت روف شرمگینانه رویش را روز کرده: این هم خنداور است، هم بی‌معنیگی است. و هنگامی که دستانش سخت می لرزند و چشمانش از حد زیاد فروزان می گردند، من وی را نصیحت می کنم، سهو و خطاهایش را نشان می دهم. وی مرا پرستش می کند. من می دانم دستان وی، چشمان وی دروغ نمی گویند و همین که این به یادم می آید خود را بالغه حس می کنم که در وجود من یک چیزی به طبیعت من خاصی هست و من به دختران دیگر و جوانزنان مانندم. این هم برای مادر و هم برای دختر لوحه های مقدس بودند و چشمان آنها در نیم تاریکی شام گاه و اشکالود می تافتند. روف معصومانه صمیمی و بی تجربه، مادر مهربان با فراست و پندگو. وی از 2-3 سال خورد است، گفت میسیس مارس. وی در طبقه اعیان و اشراف مقام ندارد. وی در جای کار نمی کند و معاش نمی گیرد. وی آدمی کاردانه نه. اگر تو را دوست می داشت با حکایه نویسی و آرزوهای بچگانه مشغول نشده، بلکه از پی یگان کار می شد که برای به خانه‌دار شدن به وی حقوق می دهد. می ترسم که هرگز عقلش نمی درآید. وی به تو از محبت خود دهان نگشاده است؟ نه، حتی کوششم نکرده است. خیر اگر گویدم من به گپش گوش نمی کردم. آخر من وی را دوست نمی دارم. من از این خرسندم. من نمی خواستم که دختری من، دختری آزاده من، چون این آدم را دوست دارد. یک چیز را تو نباید هرگز از خاطر براری. چی را مادر؟ میسیس مورز با آوازی پست و مهربانانه گفت: فرزندان را. من در این خصوص فکر کرده بودم. اقرار شد روف. خیالاتی ناگهانی را که گاه او را با تصرف خود می در آوردند به خاطر آورده و باز از شرم لالگون گشت. میستر ایدن محض از برای فرزندان شده شوهری تو شده نمی تواند، گفت معنی دارانه میسیس مارس. فرزندان باید خون تازه را میراث گیرند. وای باشد گمان است که به آنها آن را داده تواند. پدرت به من از حیاتی دریانوردان نقل ها کرد و تو میفهمی؟ روف حس کرد که همه چیز را میفهمد، هرچند آن چیزی مدهش و تیره که او تصور میکرد شکلی فکر و انیقی معین گرفته نمیتوانست و با هیجان دستی مادرش را فشرد. مادر، تو میدانی من یگان وقت از تو چیزی را پنهان نمیدارم. بگپ سر کرد و لیکن بعضن انا همین خیل مثل امروز خودت گپ سر کن.
برای فهمیدن آن که تو هم زنی سر اول باید من خود را زن حس میکردم. هر دویمان هم زنیم، گفت مادر او را با آغوش کشیده و بوسیده. هر دویمان هم زنیم، تکرار کرد وی. هنگامی که هر دو هم آغوش از حجره به در می رفتند، هم مادر و هم دختر عمومیتی قسمت خود را به تازگی درک نموده به غایت به هیجان آمده بودند. دخترک اما نهایت خود را زن حس کرده است، گفت ساعت پس از خاطری بالید میسیس مارز به شوهرش. یعنی تو گفتنی که وی عاشق شده است؟ پرسی شوهر سوالآمیز به زوجش نگریسته. نه، من گفتنیم که به وی عاشق شده اند، جواب کرد آن زن با تبسم. تجربه برار کرد، روف خود را زن حس کرده است. پس پای ایدن را از خانه‌مان کندن لازم است. کوتاه و با آهنگ کاردانی خلاصه کرد میستر مارز. اما زن سر جنباند. حاجت ندارد، بعد چند روز وی به سفری بحر می رود. وقتی که برمیگردد روف در اینجا نمی شود. ما وی را به خانه کلارا خالش می فرستیم. 1 سال را در شرق مملکت گذرانیده، آدمان دیگر را، زندگان دیگر را دیدن و تبدیلی هوای و محیط کردن به وی از فایده خالی نیست. مارتین را دوباره هوسی سرنویسی فرا گرفت. در مینش به ایست فکرهای اساسی حکایه و شعرها پیدا می شدن و او تیز قیدهای خامکی می کرد تا یگان وقت به سری آنها برگردد، ولی به نوشتن نمی نوشت. این روزهای تعطیلی او بودند و او قرار داده بود که آنها را با محبت و استراحت بخشد و به این کاملا موفق می شد. حیات در دلش دوباره به جوش آمده بود و روف هر دفعه هنگامی با او واخوردن مثل پیشتر مبتلای جذبه توانایی بردمی و نیروی مارتین می گشت. و اکنون با روف به بازی در آمده از محبتی خود دهان کشادنی بود و در عین زمان با این جرأت نکرده نیز فرصت می پایید. او می ترسید که روف را تحقیر می کند و از خود دلش پر نبود، ولی خود بیخبر راهی درست را انتخاب کرد. محبت به عالم قبل از سخنی صریح آمده در ابتدای خستیش طرز و اصولهای را از خود کرده است که آنها را تا کنون فراموش نمی کند. مارتین به التفات روف محض به طفیل همین اصولهای ابتدایی سزاوار می گشت. اول این کار را به شعورانه می کرد و تنها بعدها حقیقت برایش آشکار گشت. عقل و خرد روف مثل خودش جوان بود، اما سبق طبیعیش مثل بشریت پیر و حتی از آن هم پیرتر بود. مثل روز روشن بود که مارتین او را دوست می دارد و او از ظهورات محبتی وی، درخش چشمان، لرزش دستان و سرخی که گاه گاه به رخساره های آفتاب خوردهش می دمید لذت می برد. بعضن حتی روف گویا با نازکترین تارهای دلی مارتین ناخن می زد، ولی این کار را چنان بجرأتانه و چنان ساده لبانه می کرد که آن را نه مارتین پی می برد و نه خودش. مارتین باشد خاموشی را پیشه کرده بود، زیرا نمی دانست که از کجا درآمد کند. زیرا حسیاتی که وجودش را مالامال کرده است به غایت پرزور بود و از این رو خاموشی را پیش گرفته علاج واقع را همان در سعی و کوشش‌های بی‌جرأتانه و ساده لبانه نزدیک شوی می جست. ولی مستحملی مارتین را از خودی او ناعیان به سوی مقصد می برد. او به شرافت تحمل خود یگان مراتب دل روف را به اضطراب ننداخته بود. روف که بی تجربه بود شرمگین بود، نمی فهمید که ملاقات‌های آنها با خود چه رنگی طرحناک می گیرد. روف به شورانه به استقبال او می رفت و مارتین قرابت روز افزون را حس نموده خواهد هم جسارت ظاهر کرده نمی توانست. ولی مارتین بار جسارت کرد، به نزد روف آمده او را در حجره دید که پرده های فراورده شده بودند. دختر شکوه کرد که سرش سخت درد می کند. چی کار نمی کند؟ گفت او در جواب پرسجوهای مارتین. داروی خاکه را باشد دکتر خولمن نمود. من شما را به یگان داروی درمان صحت می کنم، جواب گردان مارتین. دلم چندان پر نیست، البته لیکن اگر خواهید سنجیده دیدن ممکن. داروی من مالش است. به من آن را در ژاپن داده بودم. آخر ژاپن ها مالشگران بی همتایند. من بهتر دیدم که عین همان کار را تنها با اندک دیگرگونی گوی ها هم می کردند. آنها این اصول مالش را لامی می نامند. بعضا تأثیری آن از هر دارو بهتر است. دستانش به پیشانی او رسم نرسم. روف آه کشیده گفت عجب گوارا.
بعد نیم ساعت پرسید شما خسته نشدید؟ سوال زیادتی بود زیرا او می‌دانست که چه جوابی میشنود و روف در حالتی نیمه خوابی و نیمه بیداری خود را پر به اختیار مارتین واگذاشت. قوه شفابخشی از پنجه‌های او جاری شده درد را دور میکرد. به نظر وی به هر حال چنین مینمود. نهایت درد چندان پسنده گشت که روف آرامانه به خواب رفت و مارتین آهسته از خانه بیرون شد. بیگاه روف به او سیم زد. من تا وقتی خوراک شام خوابیدم، گفت وی. شما به درد من تماما شفا بخشیدید میستر ایدن. حتی نمیدانم این نداریم را چه خیل بیان کنم. مارتین از غایت خرسندی و خجالت به زور گپ یافته جواب گرداند، ولی معنیش را ماجرای براونینگ و الیزابت بارت تماما بند کرده بود. در آن وقتایی که با روف ملاقات نداشت، با سونت‌های محبت مشغول میشد. در خانه یا قرائت خانه به مطالعه پرداخته همه شماره‌های مجله ها را با دقت تام از نظر می‌گذرانیده، ذوق و طبع ناشران را فهمیده گرفتن می‌خواست. در آن ساعت‌هایی که مارتین با روف بود، دلش گاه از آرزوی و امید لبریز میگشت و گاه وجودش را حسی نامعین فرا گرفت و چی یکی و چی دیگری برایش نهایت اذیت آور بود. پس از یک هفته روف را از درد سر شفا دادن مارتین، نورمن تکلیف نمود که در مهتاب شب زورق سوار در کولی مارتین سیر کنند. ماه هنوز نبرآمده بود. با روف که خاموشانه دیده به آسمان ستاره‌زار دوخته می‌نشست، یک بار خود را تنها حس کرد. او به مارتین نگریست. شمال باشیده تر وزیده زورق را اندک یک لبه کرد و مارتین با یک دست رومپل و با دست دیگر گراتشکات را داشته از گرد جای پیش برآمده ساحل گذشتنی شده راه زورق را اندکی دیگر کرد. مارتین نگاه روف را پی نمی برد، حالان که روف با دقت با او نگریسته در خصوص هوای و هوسی عجیبی که این جوان فوق‌العاده قابلیت‌ناک را به نوشتن حکایه و شعرهای پیشکی به موفقیتی محکوم شده وادار میکرد اندیشه میراند. روف یک نظر سری غالب بر این شنانیده شده مارتین و گردنی به قوت او را که در رفشنی اختران خیره خیره به چشم رسید دید و وجودش را همان خواهشی برای شناس فرا گرفت. تلقین میکرد که دستانش را به این گردن حلقه کند. این بیعقلی بود، ولی او نمیخواست به سر یگان فکر و خیال آورد. او دیگر روفی پیشتر نبود. او زن بود و آن طلباتی به تکیهگاه داشته زنانش به زبان آمده بود. راست است که او فقط اندکی به مارتین تکیه کرده است، اما طلبات قانع گردانیده شد. از خستگیش اثری نماند. مارتین خاموشی اختیار کرده بود. می ترسید که فطانت و دلربایی را نابود سازد. به طفل تحمل او بی‌جرأتی و فطانت و دلربایی همان دوام می داشت، ولی سرش چرخ زده فکرش در هم بر هم می شد. هنگامی که اولین شعله ماه بر سری آنها همچون دور درخشید، روف خود را از مارتین دورتر گرفت و در خودی همین لحظه حس نمود که مارتین نیز عین همین کار را کرد. هر دو می خواستند که این همه از نظر دیگران پنهان ماند. این باید سر آنها باشد. روفی دو بری رویش لالگون اکنون در کنار می نشست و نوکک به سر رسیده بود که چه حادثه روی داده است. او کار کرده بود که نمیخواست آن نه در پیش دادرانش و نه در پیش آل فاش شود. چی شد که او به این جرأت کرد؟ هرچند که بارها هنگام مهتاب شب با جوانان زورق سوار به سیر برآمده است، مثل این حادثه با او هرگز روی نداده بود. در دلش حتی به این مانند میل به وجود نآمده بود. تمام روزهای آینده روف از خود به خود میگشت. او نمیخواست که حسیات خود را تحلیل کند. دیگر در خصوص آن که با او چی حال روی داده و چی نگران است فکر نمی کرد. گویا تب لرزه گرفته باشد به دعوتی اسرارانگیز طبیعت که گاه مدهش می نمود و گاه دلفریب گوش می انداخت. از خودی همین یک اندیشه دلش خرسندانه به تپش در آمد. او زنی حقیقی گردیده است و مرد خواهانی اوست. تمام احساس زنانش آماده بود که جوابی دعوت کند. حسیش را لرزش فرا گرفته همان یک فکر مثل پروانه گردی شمع در سرش چرخ میزد. او به اندازه غرق فکر و خیال شده بود که چیسان به طریق رسمی اظهار محبت کردن مارتین را پر را به خود تصور میکرد. او از زبان مارتین حرف میزد و جواب رد خود را گشته و برگشته به زبان می آورد و کوشش میکرد که مردانگی نجیبی به مارتین خاص را استفاده برده جوابش را تا حد امکان ملائمتر کرده گوید.
پیش از همه او باید پاپیروس کشی را ترک کند. نه، روف به او حتی اجازت نمی دهد که از محبت خود دهان گشاید. این کار در اختیار روف است و او این را به مادرش وعده داده است. روف سرخ شده و تمام بدنش لرزیده با کمال تأسف آرزوهای ناروا را از سر دور میکرد. او باید نخستین اظهار محبتش را تا فرارسیدنی فرصتی مناسبتر و تا دوچار آمدنی خواستگاری سزاوارتر موقوف گذارد. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. انجام گفتاری 18 کارگردان دوران صاحبزاده. شاد و سربلند باشید.